رژه واحدهای پادگان مرکز در میدان جلالیه تهران به مناسبت روز آذرآبادگان، روز ارتش شاهنشاهی ایران. در پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه، رژه واحدهای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و نیروی مقاومت ملی مرکز به فرماندهی تیمسار سرلشکر فریدون جم انجام می‌پذیرند. وابسته‌های نظامی خارجی در این مراسم حضور دارند. حضرت شاهپورها و جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر افتخار شرفیابی دارند. ژنرال جورج اگهارت رئیس هیئت مستشاران نظامی آمریکا در ایران از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند. واحدهایی که در این رژه شرکت کرده‌اند عبارتند از فرماندهی سان و ستاد، دانشگاه جنگ، دانشگاه نظامی، مرکز زرهی و سوار، دانشکده افسری، دبیرستان نظام، دانشگاه پلیس، پرچمداران واحدها، واحد نمونه تفنگداران دریایی، واحدهای پیاده نیروی هوایی، گردان چترباز، لشکر گارد، واحدهای اداره حمل و نقل، عوامل زرهی و واحدهای سازمان مقاومت ملی. این قسمتی است از رژه عناصر موتوری، تانک‌ها و زره‌پوش‌ها در پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه. امروز ارتش شاهنشاهی ایران در پرتو توجهات عالیه شاهنشاه با کادر تعلیماتی جدید، روحیه بسیار قوی و تجهیزات مدرن و کمک و پشتیبانی کشورهای دوست و همپیمان بیش از پیش برای خدمت به میهن و هم میهنان آماده است.